ما به روز آخرت یقین داریم که حقه. یقین میکنیم نه، یقین داریم که روز قیامت حقه. مؤمنین خدا اهل فلاح نجات کسایی هستند که اونها نجات یافتن، نفرای هستند که و بالآخرت هم یوقنون، اینها به آخرت یقین دارند که آخرت حقه. و سوال می شود که شما ای کجا یقین داره که آخرت حقه؟ ای کجا با دل پر گپ میزنه که آخرت حقه؟ کی آخرت رفته تماشا کرده اومده دیده؟ کی میدونه که آخرت حقه؟ کی میدونه که چی عمله، چی راحت در اوجا؟ کی میدونه که چی عذابه؟ هیچ کسی را نمیدونه در بین ما. چی با میگیم که یقین داریم که حقه؟ ای کجا این سرچشمه؟ ای کجا این باوری؟ انا همون مردی که 23 سال پیغمبری کرد، نام او حضرت محمد مصطفی است صلی الله علیه و سلم. انا خیلی زندگی کرد که یگان روز زندگیش کجاله نبود. انا خیلی زندگی کرد که یگان روز زندگی او گناه نبود. ای حیات او مرد، ای زندگی او مرد، ای تاریخ آن مرد که پیغمبری ما زندگی او را دیدیم، تاریخ او را دیدیم، حیات او را دیدیم، خانداری شدیدیم، جوانمردی شدیدیم، شجاعت شدیدیم، دلیری شدیدیم، پاکیزگی شدیدیم، زندگی ای را دیدیم، با پرگی ایمانش داریم که حق میگه. چیزی که او میگه حق میگه. او آخرت دید، آخرت فهمید، آخرت شنید، هر چیزی که گفت در این زمین حق زندگی کرد. امروز ما ایمان داریم که قیامت حقه. امروز ما ایمان داریم که جنت حقه. امروز ما ایمان داریم که فردا برای اهل رمضان جنت هست. ما اینجا ایمان داریم که برای روز خورا جهنم هست. اینجا ما ایمان داریم برای که همش ای رسول اکرم هست. این یک مرد هست که خوانده نمیتونه، نوشته نمیتونه، دانشگاه نرفته، پیش کسی ده الف نخونده. قرآن میگه نستعیذ بالله و ما تخطک بیمینک، تو به دست یک خط نوشتگی نیستی. تو نمیدونی که مل کتاب چیه، مل ایمان چیه، تو نمیدونی، تو هیچی را نمیدونی. اما انا همین ابرمردی که دیوانش گفتن، شیطان زدش گفتن، جین زدش گفتن، چی تهمتهای ده حقش نکردن، قرآن حکایت میکنه نون والقلم و ما یسطرون. نون قسم به این قلم که پگه مطبوعات می نویسه. خداوند در قرآن سوره داره با نام قلم. نون قسم به این قلم که پگه این مطبوعات می نویسه. ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو و آن نعمتی که الله به تو داده، این رسالت پیغمبری، از این نعمت وحی، این قرآن و شریعتی که خدا به تو داده حبیب محمد، تو دیوانه نیستی. تو دیوانه نیستی. پیغمبر دیوانه میگفتم. در جامعه که شمشیر، نیزه، سپر، اسب، دزدی، غارت، دخترکشی، جاهلیت میگم عربو را این قدر قیمت داره، پیغمبر از قلم و کتاب گپ میزنه، رسول الله را دیوانه میگم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. نه، این قلم پگم می نویسه، تو دیوانه نیستی حبیبم، تو دیوانه نیستی. این قلم پگم می نویسه تو کی؟ امروز قلم نویش که رسول الله کیه. والقلم و ما یسطرون. این قلم پگه مطبوعات می نویسه، این قلم پگه تاریخ می نویسه، این قلم پگه کتاب می نویسه، این قلم پگه تاریخ می نویسه،
امروز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تاریخ نویس که شخصیت کیه. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا کنه و اطاعت رسول کنه. آرامی را برادر رعایت کنه. چند بگه نگاه میکنم چند تا بسیار به معنی کرسته. باور کنم عصبیم که یک اگه خفه نکنم. شینه برادرها معلومات گوش کنه. این معلوماتاتون بسیار تان پدرتون گفتگی نیست. اما پدری که ایبای شدگی همین معلومات رو نداده بسیار ده. همین شینه خوشرو گوش کنه. گابزنه چای خیره خونی عقیب روی. بسیار اگه چند بگه شد اگه حرمت ایزد یک بار بالای خوش میشه، دو بار میشه، سه بار میشه. التماسون میکنم گندگی را به آدابی را همه ما میتونیم قسم بخدا. خوشرو گوش کنین. ما انت بنعمت ربک بمجنون. این نعمتی که خدا به تو داده تو دیوانه نیستی حبیب محمد صلی الله علیه و سلم. تو دیوانه نیستی. اگر این قلم سطر می نویسه، این قلم این کتابا را نویش که رسول الله کیه. برای همین اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت الله کنه و اطاعت رسول او را کنه. سوال می شود چگونه ما اطاعت رسول الله را کنیم؟ برای چی اطاعت کنیم؟ برای چی خفای او ما رویم؟ یگانه شخصیتی که در تاریخ زندگی کردگی بده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یگان بار گناه کردگی نبوده. ای خفای یک کسی روی که گناه نداشته باشه. یگان بار رسول الله گناه کردگی نبوده است. قرآن نستعیذ بالله قرآن حکایت میکند لا ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا. این پیامبر من یگان بار ای پستی ها گپ نمیزند. این یگان بار از پستی ها از نفسش ای خودش گپ نزده مگر چیزی گپ زده وحی الله گپ زده. تمام حدیث هاشون وحی خدا بوده. لا ینطق عن الهوا. زبان رسول الله جنایت نمیکرده. زبان پیغمبر گناه نمیکرده. زبان رسول الله معصوم بوده. خداوند زبان پیغمبر در این آیه مبارکه میگه که زبان رسول الله جنایت نمیکنه. وقت زبان که جنایت نکنه چخه خفاش نروید. یا ایها المزمل، ای در تگ بوریا خواب. یا ایها المدثر، ای در تگ کورپچه خواب. خداوند خواب رسول الله را تعریف میکنه. ای در تگ کورپچه خواب خیز. ای در تگ ادیال خواب خیز. قم فانذیر. خیزن که مردم فهمون. مردم در رسان این رسالت هم. موی پیغمبر خدا تعریف میکنه. زبان پیغمبر تعریف میکنه. چشم پیغمبر تعریف میکنه. صدر پیغمبر تعریف میکنه. پای پیغمبر تعریف میکنه. زبان پیغمبر تعریف میکنه. تمام پیغمبران را خدا اگر نامشان گرفتگی باشند رسول الله را خدا عضوش تعریف میکنه. عضوی رسول الله را خدا تعریف میکنه. ید الله فوق ایدیهم ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله. کسی قطعی تو بیعت میکنه با الله بیعت کرده. این شوخی نیست. بیعت به دست با رسول الله سلام میکردن روز بیعت رضوان، صلح حدیبیه. چشم رسول اکرم خدا تعریف میکنن. زما زاغ البصر بشنو صفت از چشم شهلایش. سوره و نجم خان زاغ البصر بین. او چشمای شهلای رسول اکرم خدا تعریف میکنه که چشماش اگر ترا میگه با ذوق نگاه میکرد مرد و زن آب میشه میگه در چشم رسول اکرم. زما زاغ البصر او چشمای شهلای زیبا. برای همین این عذاب گور سبوکیش، احترام منکر و نکیر، رحم کردن عزرائیل در جان ما، گذشتن از پل صراط به آسانی، در محکمه الله خیل سبو گرفتن نامه اعمال، رفتن به سوی جنت جاودان،
رها خوردن از تاریکی های روز قیامت، در این دنیا سعادتمند شدن، همین با یک صلواتی رسول الله تمام میشه. رسول الله عز الآدم نیست، قسم به خدا. رسول الله شوخی انسان نیست. در گور ما را از او میپرسن. زندگی ما همش برای رسول اکرم است. برای همه اطاعتش کنیم. این قدر باوری برای چی بوده؟ و بالآخرت هم یوقنون. یک مرد زندگی میکنه در تاریخ یگان بار دروغ نمیگه. یک مرد در تاریخ زندگی میکنه، نعمت خدا، دین خدا را در دنیا پهن میکنه. یک مرد در تاریخ زندگی میکنه، آن نویسنده آکسفوردی بریتانیا، اون یهودیه که یعنی حمایه دکتریش میکنه با نام 100 مردی تأثیر بخش در تاریخ، حیات 100 تا مرد در تاریخ جمع میکنه. 100 مرد میگه در تاریخ تأثیر بخش هست. بین اینها تست امتحانی میگذرانه. یکمش گفته جایگیری پیغمبر مسلمان محمد صلی الله علیه و سلم در کتابش میبیاره. این مرد یهودی است. 100 مرد تأثیر بخش دنیا را امتحان میکنن در آکسفورد، جای یکم رسول اکرم میگیره صلی الله علیه و سلم. این مرد در تاریخ بشر گفته تأثیر کلان داره. یادم این انسان این شخصیت تأثیر کلان داره در زندگی ما. اگر دنیا همین قدر تیز میشه، تند میشه، بلند میشه، پایان میشه، یک حدیثی او را میخونن همه آرام میشه، قرآنی او تلاوت میشه همه آرام میشه. این ماه قرآن است. حضرت امام مالک روایت میکنن در مناقبشان که شب خدا را در خواب دیدم. این بزرگای ما رو ببین، کی را در خواب میبینن؟ چی ذاته؟ خدا را در خوابم دیدم. ندای ملکوتی آسمانی آمد. امام مالک چی نعمتی فراوان است، میدانی که در کدام ماه است؟ گفتم نه پروردگارا. گفت در رمضان است. گفت چی نعمت است او؟ گفت کسی قرآن خوانه، گفت من برای او ثواب جبرائیل میتم، زیرا در این ماه جبرائیل با رسول من قرآن تکرار میکردن. هیچ قرآن میخونی همین روزا؟ به قرآن نگرده. این ماه قرآن بوده است. بعد از او پرسیدم که پروردگارا، یک آدم قرآن رو میخونه و معنیش نمیدونه، یک تا دیگهش میخونه و معنیش میدونه، همینا در اجر ثواب در پیش تو فرق دارن یا یکن؟ ندا آمد که امام مالک در این ماه کسی اگر ورق قرآن هوی کرد ثواب ده همش یکن. این ماه قرآن است. این ماه هست که رسول اکرم در پیش جبرائیل قرآن میخوان، جبرائیل گوش میکرد. این ماه هست که قرآن از فوق آسمان ها به قلب پاک رسول اکرم آمد. برای همین این ماه احتیاطش کنه، این نعمتاش قدر کنه، قرآن زیاد تلاوت کنه، قرآن زیاد خوانه، زیرا که قرآن روح آرام میکنه، جسم ده شفا میبخشه، تلخی مرگ آسان میکنه. امانتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ملائکه ها را زمین میبیاره. در این ماه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن برای قلبای شما سویان در کار است، برای قلبای شما آب در کار است، برای قلبای شما ریگ و قیراق در کار است که تازه شوند و شوند و پاک شوند. ای پیغمبر، او ریگ و قیراق چیه آخی؟ گو خواندن قرآن در این ماه. قرآن زیاد خونه در این ماه. این ماه قرآن است. یک مورچه میبیاید سلیمان پیغمبر من میکنه، داستانش در قرآن است. یک مورچه سلیمان پیغمبر من میکنه. لشکری سلیمان پیغمبر میگه که ایتا نگذر که مورچه های ما کار میکنیم تو ما را میجقی، او را خطی گذر. یک سلیمان پیغمبر مورچه گردن نمیته که مهمانت میکنه. میگه تو میدونی من چند قدر سپاهی دارم، تو میدونی که من چند قدر پیشروی دارم، من حکمت عجینه دارم، من حکمت اینس دارم،
من امروز ملیک دنیام، مرا تو میدونی سیر کرده میتونی منو با چی میتونی نون؟ گفته یا ملخ بسایتا، همون ملخش که دیگر دانه میتیه بو. موره شنیده ای که سلیمانی وقت را بر عقد خود برانی ملخ کرده مهمان. تو فهمیدی میگه سلیمان با این قدر حکومتش مورچه میگه که یک لینگ ملخ خدی سیرد میکنم. معنیش اینه که همت بلندگیری. سلیمان مورچه پس نمیبرده پیشش. با وجوده که ما 124,000 پیغمبر در یک روایت داریم، 360,000 پیغمبر در یک روایت دیگر داریم. یگان پیغمبر مردنش در قرآن آمدگی نیست. یک پیغمبر مردنش در قرآن آمدگی سلیمان است. یگان پیغمبر مردنش در قرآن نیامده. حتی که دیگهای آش میپختگی سلیمان قدی شورباش الپینیستان میشوشتیان با بندا خمیده قادرات و سیاد میگه قرآن. دیگاش میگن میگه با بندا میخمیدیان میشوشتیان که هر یک دیگش تا 33 متر در زمین بده. انا میخه نان میداده. حکومت دنیا در دستش بود، جین در دستش بود، پرنده ها، چرنده ها، رستنی ها گپ میزنن. اما خدا انا میخل پیغمبری بزرگه که یگان پیغمبر ایخل قدرت نداده. خدا مرگش در قرآن میبیاره، در سری عصا جانش میگیره. این برای ما عبرت است. یگان پیغمبر مرگش در قرآن نیامده، فقط سلیمان. میگه ای ثروتمندا، امروز دنیا حسابات کرده برآمدیان، تمام ثروت دنیا 8% ثروت سلیمان بوده. انا میگه ثروت داشته، 600 تا زن داشته حضرت. عبادت خانه میندازه، زمین قدس میندازه، حکومت خدا، لشکر خدا. شمال خطی و گپ میزنه، آسمان ابرها گپ میزنن، زبانی همه چیز سلیمان میدونه. در سر منسعه عصای حکومتش جانش میبره، 40 روز میایسته. بعد از او خدا موریانه کیرمی چوبخره امر میکنه که عصاش بخویه که خواهیده تگی دستش میبره که عصا میشکنه و سلیمان از عصا میبیا در زمین میزنه. نه حکومت عجینه میمونه و نه حکومت اینز. خدا میگه دولت سلیمان به یک کیرمی چوخر شکست دادو. ما در پیش قدرت خدا هیچی هم قسم به خدا. یک ویروسی کرونا برآمد، اثبات کردیان که یک شکل را میگیری، جدول شکلش هم میدونی 1 میلیمتر 1000 تقسیم میکنی، 10,000 تقسیم میکنی، ای 10,000 تقسیم یک دانه همون کرونا ویروس بوده. ایرپورت های دنیا را بست، سلام کنی را بسته، آغوش را بست، در فوک همه ملطب. سلام نکی میگذاره، ای نفس میگذاره، نشینی میگذاره، این نکنی میگذاره. میلش جنازه ها را بست. مردم جنازه های دوستاش هم به طریق ایما و واتساپ دیدن. آدمایی که 40-50 سال در خانه هاشون خدمت کردن، حتی حوالیاشون درآوردنی نموندن شونا. یک همین قدر ما شر نیست اگه جبرائیل همین به یگان سپاه اسب زمین بیاید. یک ویروس کرونا کسی نمیبینه دنیا را میبنده. سلیمان پیامبر یک کیرم دولتش شکست میتیه. همون روز منسعه را میشکنه، همون تا میغلطه در زمین، تمام حکومت از دست میروه. از این ذات حتی پیامبر دیگه نمیبیا. ما از خدای مسوی خدا باز میگردیم. همه چی خدا